دلیل آمدن ما در این کره خاکی چیست، فلسفه خلقت ما چیست، مسئولیت ما در اینجا چیست. با این همه توجه خدا، با این همه عنایات، با این همه جایگاه خاص، با این همه تصرفات، با این که در بین کلگی موجودات عمودی باشی، تنها موجودی باشی که نیروی عقل داشته باشی، که از برکت از او هوای سرد به خود گرم کنی و هوای گرم به خود معتدل بسازی و از برکت از او فاصله های ماه‌ها را در روزها و از روزها را در ساعت‌ها تقلیل بدی و از برکت عقلت بتانی تکنیک و تکنولوژی و صدا و تصویر تا به میلها پرتاب بکنی و ای که از نظر ظاهری از کل قدر بالاتر باشی و نیروی داشته باشی که اگر سیقلش کنی تو را به اصلش که خدا باشی میرسانه. حال هدف ما چیست؟ مسئولیت ما چیست؟ رسالت ما چیست؟ تکلیف کار ما چیست؟ اول چیزی که باید ما شما در این درس تفکیک بکنیم برادرای عزیز و خواهرای گرامی است که بین ضرورت و بین هدف انسان باید تمیز کنیم. باید ضرورت جدا بفهمیم، هدف جدا بفهمیم. ضرورت انسان ها با هدفشان فرق میکنه. یکی ضرورت است، یکی هدف است. انشالله که خواهرای محترم و برادرای عزیز که اسلاید میبینه پیش خودشان قلم و کتابچه داشته باشن، یک تعدادشان هم شاید اسکرین شات بگیره، یک تعدادشان هم شاید دقت بیشتر و کافی بکنه که از این درس به لطف خدا ما شما استفاده بکنیم و وقت شما خدای نخواسته هدر نره. پس اولین قسمت را وقتی که ما بحث هدف و مسئولیت انسان ترسیم میکنیم، تشریح و توضیح میکنیم، اول باید ما بین هدف و بین ضرورت انسان فرق قائل شویم. خوردن، نوشیدن، خانه و مسکن، موتر داشتن، کامپیوتر داشتن، موبایل داشتن، اولاد داشتن، پول داشتن، خدمات صحی داشتن، پیسه و کلدار و دلار داشتن، کلگی از یا ضرورت انسان است، کلگی از یا احتیاجات انسان است، نیازمندی انسان است. همه از یا باعث آسودگی میگردد. وقتی که انسان نخوره بعد از زیاد مدت انسان تلف میشه. انسان که ننوشه انسان از تشنگی تلف میگرده. یک خانه در زمستان و تابستان مهم است به انسان. موتر وسیله انتقال از یک مکان به دیگر مکان است. کامپیوتر یک وسیله کاری است. موبایل یک وسیله انتقال و پرتاب صدا و تصویر است. تولید مثلا به خاطر بقای حیات انسان در این کره خاکی لازم است. به پیسه نمیشه، به شفاخانه هم نمیشه و به سایر داشته هایی که انسان ها به اون نیاز می داشت. اما نگاه بکنیم برادرای عزیز و خواهرای محترم و مؤمنه، همه از یا ضرورت انسان است. یکی از یا هدف انسان نیست. خوردن هدف نیست، نوشیدن هدف نیست، مسکن و موتر هدف نیست، کامپیوتر و موبایل داشتن خوب هدف نیست، امیر رقم پول و شفاخانه و پیسه یا هدف نیست. کل از یا احتیاجات انسان است، ضرورت انسان است و نیازمندی ها انسان است. از هدف چیست خیر؟ هدف خلقت انسان چیست؟ که ما قدر صلاحیت ها داشتیم حال دنبال هدف یا مسئولیت خود میگردیم. اول باید دو قاعده را بفهمیم. وقتی که بحث هدف مطرح میشه، هدف هر مخلوق خالقش تعیین میکنه. یعنی وقتی که انسان ایرکندیشن ساخت، انسان میفهمید که چی میسازه. وقتی که انسان کامپیوتر ساخت، انسان او را تعریف کرد که کامپیوتر را به خاطر چی ساخته. انسان وقتی که موبایل می ساخت میدانست که چی می سازه و هدف چی بوده از پشت موبایل ساخته. وقتی که انسان موتر ساخت، انسان میفهمید که واقعا این موتر چی کار میاد. وقتی که انسان ایسی می ساخت، ایرکندیشن می ساخت، انسان میدانست که چی می سازه. پس هدف هر مخلوق خالقش تعیین میکنه. این قاعده است، یک اصل است، یک اصل بنیادی است و این قاعده طبیعی و پذیرفته شده است. مخلوق نمیتونه به مخلوق هدف تعیین بکنه. موبایل نمیتونه به موبایل هدف تعیین بکنه. موتر نمیتونه به موتر هدف تعیین بکنه. یخچال نمیتونه به یخچال، ایرکندیشن نمیتونه به ایرکندیشن هدف تعیین بکنه. همه از یا مخلوقات انسان است و انسان به اینها هدف تعیین میکنه. و اما خود انسان خودش مخلوق خداست، پس خدا هدف انسان تعیین میکنه. این قاعده است. در این هیچ گونه پیشفرض و هیچ گونه مات و هیچ گونه تحلیل وجود نداره. یک قاعده طبیعی در هستی و حاکم در طبیعت است. پس برای رسیدن به هدف در عین وقت یک راهنمود می باشه، یک کتالوگ می باشه، یک کتاب می باشه
که حیثیت منول می داشته باشه. شما میبینید همین هر چیزی را که انسان ارزشمند ساخته امروز از یک کتاب منول راهنما امرایی کرده. میگه قدر وقتی موبایل را چارج کنین، از اینجا میگه چارجر را داخل کنین، کامره اینقدر پیکسل است، بیتریش اینقدر ظرفیت داره، وزنش قدر است، رم و پروسسورش اینقدر است و شیشهش این رقم کیفیت و خاصیت داره. پس وقتی که انسان چیزی را که جور کرده باشه امروز از یک کتاب راهنما رایی میکنه که دیگرها او را درست استفاده کرده بتونه. پس این دو قاعده است در طبیعت. اول هدف هر مخلوق خالق یا آفریدگارش تعریف میکنه، به خاطر از اینکه او درست استفاده شود امروز از او یک کتاب راهنما ارسال میکنه. پس از اینجا که ما شما مخلوق باشیم و هیچ انسان عاقل ادعا نکرده که ما خود ساختیم. هیچ انسان هوشیار پیدا نشده که دعوا داشته باشه که ما خود آفریدیم، خود ایجاد کردیم. پس اگه خود ایجاد نکرده باشی از دیگه موجودات خود توقع نیست. پس برویت این قاعده من حیث مخلوق در چوکی مخلوق بشی، حرف خالق بشنو. و خالق کتاب راهنما و منول برات رایی کرده، تا اونجا گفته که هدف زندگی تو چیست. و اما ما این بحث به این خلاصه نمی کنیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما این که هدف زندگی را تشکیل میده این را تشریح میکنیم، باز میکنیم، تحلیل میکنیم، این ابعاد مختلف اجتماعی و امورات زندگی دنیوی و اخروی بر از این تعریف میکنیم که ما بفهمیم که واقعا هدف زندگی ما چیست.